بودی بچه؟ حال آرایش ندارم. روز بزنیم. اومدیم فرزاد نشان. چقدر آبوره. الان فصلشه. اینجا هم که دیگه معدن اختر بهشته. جانتو بمیرم. خیلی بچه خوبیه این کوکو بابا. خیلی مهربونه. انگلیسی حرف زد. Good morning, how are you? ای باعث شده همه انگلیسی یاد بگیرن. دیگه گیلکی دیگه داره یاد میده مام بهش. کیک نسکافه است که به شدت هم کم شیرینه و توش یه مقدارم گردوه. ولی خیلی خوب شد که برگشت، اصولا بر نمیگرده. خب چه فسینو درست کرده مهلا. سلام، چطورین؟ روز زیباتون بخیر. امیدوارم که خوب باشین. قرار امروز با دوستامون بریم طبیعت گردی و اولین بار بود نمیدونستم چی باید درست کنم. دیشب مادر گفت کتلت، گفتم وای خسته شدم چقدر کتلت قیمه درست میکنم. لپرم گذاشتم خیس بخوره. دیشب ساعت 3 خوابیدیم، 5:30 صبح من بیدار شدم و گفتم که نمیرسم غذا رو آماده کنم چون که قیمه باید جا بیفته. هر چندم که بخواستم با چرخ کرده درستش کنم دیگه اون حرف عادل شد دیگه. کتلت رو میخوام آماده کنم، سسش هم درست کردم که اونجا خیلی درگیر غذا نباشم. به خاطر اینکه کوکو رو دارم با حواسم بهش باشه. من خودم به شخصه به خاطر اینکه تو آپارتمانم زندگی میکنیم یکم سخت میشه کباب زدم برامون. همیشه دوست دارم وقتی بیرون میرم غذا کبابی باشه، ولی این سری دیگه با بچه‌ها تصمیم گرفتیم هر کی خونه هر چیزی داره درست کنیم که زیاد هزینه هم نکنیم، ولی از صبح قراره با هم باشیم. زود بیدار شدم، چشمم هم پف داره هم طبق معمول صدام گرفته. باید مجبور بودی توی این تابه درست کنیم که کوچولوه. هر جور شده اینجا میده. من همیشه کتلت رو یکم برشته تر درست میکنم چون داخل سس میره شل میشه. عادل البته بدون سس هم دوست داره اینجوری. یه مرضی هم که دارم وقتی میخوام آشپزی کنم اون گازایی که استفاده نمی کنم شدنش رو برمیدارم که روغنی نشه. دست خودم نیست تمیز کردنش خیلی سخت میشه و پایه‌ای که درست کردم بتونم ویدیو بگیرم از اون زاویه. عشق منه این دختر، قربونش برم من. بچه کوکو یه تشک دیگه داره، شبا میذاریم کنار تختمون اونجا میخوابه. اینو براش سفارش داده بودیم، دیروز رسیده، انقدر دوستش داره همین که دید من اومدم اینجا آشپزی کنم اومده روی این خوابیده. قربون بشم قش رفته. میدونی دیگه آخرین مرحله زدن لاکه. عادل وسایلا رو برد پایین دیگه آماده ایم که حرکت کنیم. سلام بچه‌ها، هر جا که هستید شاد و خوش و خرم باشید. این گودگود سرخیز شده از صبح داره شیطونی میکنه. فهمیده ما داریم میریم بیرون. خوشحاله. عاشق بیرون رفتنه. قربون بشم. از صبحونش هم بهش دادم که دیگه تا ما برسیم یکم دیر میشه. به خاطر من گفتم اینجا غذاشو بخوره آبشو بخوره دیگه حرکت کنیم. هوا هم خیلی خوبه. البته دیشب بچه خیلی بارون میومد و ما اینجوری بودیم که الان چیکار کنیم، برنامه‌ریزی کردیم کجا بشینیم، ولی الان خوب شد. آفتاب کجا چیشی؟ رده بود زد رفت. همچنین رده هم نبود. رد و برق و باد و بوران بود. طبق معمول یه نایلون زباله هم داریم که ببرم بیرون. چیزی؟ قربون بشم من. میترسم بگم عجب هواییه بارون بیاد، ولی واقعا عجب هواییه. خونه خلوت هم از خیابون.
آماده رفته خرید کنه. شما نمیدونید که اینجا رو گذاشت سره. باشه اومد. ورودی دورانی ما زودتر رسیدیم، منتظریم که بچه هم بیان حرکت کنیم. بچه خدا رو شکر جامون رو تغییر دادیم، یکم اومدیم جلوتر. ولی خب تو همون دورانه دیگه، همه جاش قشنگه. خوبی اینجا اینه که جاوید گفت با ماشین دقیقا میتونیم بیایم پایین. من البته حتی رسیدیم این گودی کوکو رو دیده یکم برآشفته شد، ولی به هر حال با هم دیگه دوست میشن، چون اون کوکو خانومی هم خیلی مهربونه، خیلی دوست داشتنیه. بیا صبحونه رو شروع کنیم. همه وسایلاش هم آوردم ببینیم. آقا جاوید چیکار کردی؟ خودت بیا توضیح بده. گوجه رو بلند کردم. دستت در نکنه. و اونقدر هم بچه زیاد بود که همچنان بازم گوجه داریم. داستانی داشتیم که یه چندین بار قبلا مثلا میومدیم میخوریم، املت همیشه کم میومد. من یه گفتم دیگه مهتاب چون که بالای 18 پرس چیز درست کرده، منم دیگه مثلا کم نیارم. خب چی شد؟ الان این چرا بوی گوجه خورش به میده؟ خدا یه چیز بگم، این ویدیو رو تهش هم ببینید بچه. این املت رو بخوام، من یه مقداری تو این گرانول سیر ریختم، خیلی کم، اصلا به خدا یعنی تخم مرغ بخواد با این قاطی بشه هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اصلا کسی که سیر رو احساس نمیکنه، این فقط قضاوت زود داره میشه. اما اینجا موندی ماشی جونی کاملا بوی پامدو خورش میده. الان یه برنج کته کم داریم با ترشی. ترشی داری؟ میخوای کته بذارم؟ برنج خودمون کته میذارم. نه بد نیستا، ولی خب نیا املت رو فقط همین سیر نمیده اصلا. ما میده ماها قبول داری الان تو این شرایط ما توش وایسادیم دیگه بوی سیر میده دیگه. ول ماها تو بوی سیر نمیاد برا من کاری ندارم، اون بغل اجازه میگه بوی سیر میده، اونم میگه بو آب چیز میده. بوی سیر میاد یا نمیاد؟ تو که موافقی؟ سیر نمیده. بوی سیر میاد. من هر دو رو دوست دارم، هم املت هم خورش گوجه رو دوست دارم. یه مقداری اگر مثلا گرانول سیر توش داشته باشه شما دوست دارید. از اینجا من حس میکنم. بودی بچه پیش مهتاب جونی موندی؟ هم داریم شیفتی نگرش میداریم. بفهمید آرد می آورد. نه گفت تعریف نه دیگه اون مشکلاتش حل شد، از این بعدش خوبه. این املت یا آن املت مسئله این است، نسخه دارم. اما یکم گوجهش زیاده. جاوید طبیعی خودت که هر دفعه ما یه چیزی درست میکنیم میای ایراد میگیری. بفرما گوجه زیاد نیست، به نظر من مایتابه کمیه. آره به هر حال یه مایتابه دیگه بود املت به اندازه میشه. آها زیاده ها ولی خیلی بزرگه. مذاکره کنیم باش. بفرست میخوایم بهش بخوشمش. الان شد اون بودی بچه هم اونجا متین نشسته. بچه ها رفتن کنار رودخونه ظرفا رو بشورن. کوکو هم پیش عادل مونده دیگه. من معاف از همه کار شدم. بچه ها زحمت کشیدن. قربونت برم دوستم، خسته نباشی. تو چون خیلی غذا درست کردی. نه ماشید سیم میزنه، تک دست تک دست کار هر کسی نیست. آب میکشه. من تو جازر میه. من یه فیلم بردارم. چکون آب چکون عرضگاه اینا رو کج بگم آبش بشه. خودش استرس داره، بیفته نیفته دوباره کثیف نشه. خوبه باطل میشه. بعد چی نفر آخر چی میگه؟ نه عمل بعدن اینا آقا اینا انگاش میکنم حواستون باشه. کارتمونه؟ نه دم تو نه بر من بگم اونجا چیزه. بریم یک حالا حتما به اینجوری باشه. چجوری ببینیم؟ عینک هیچی. حبیج ماشین ما آلات موسیقی من موتور نمیبینم.
نه این دسته این دسته این دسته دوست دارم می‌خواستم پشت کنم. سیب زمینیه من میگم اون دسته شوم بود. حالا نمیدیدم. 1 2 3 گل لاله. چی؟ ماشین. شبدر عجب آدم سگ آبی. سگ آبی شوره. سگ من. لنگر. سگ داشته دیگه. مثل لنگر آقا نداره واسه جاوید نداره. نه وایسا تو رو نمیگم. اینا دیگه داره دیگه اینا دیگه این لنگر رو دیگه این برای جاوید تعجب داره خودش هم نمیدونه. لنگر آقا تو سگو دیدی یا نه من داشتم. اسکلت. آره هم اسکلت دیگه. 3 2 1 دایناسور. کاکتوس. چیز این بازیه این بازی بازی. بچه‌ها بعد بازی اومدیم کنار رودخونه. ما دخترها که فقط پامون رو انداختیم تو آب. البته لباس آورده بودم ولی حال و حوصله نداشتم عوض کنم. پسرها مبتنی کردن. عادل بالامون که کوکو رو نگه داره. آبم خنک. خیلی کیف داد. بچه‌ها گفتن که من زودتر بیام این برنج رو بذارم تا بازی میکنیم. اینم دم بیاد. من میخوام کته بذارم بعدش هم سیب زمینی ها رو صاف کنم. چرا واقعا سیر نمیشی از خوردن کتلت؟ خیلی خوشمزه است. واقعا عالی. برنج آماده شد. الان میخوام سیب زمینی ها رو صاف کنم. کتلت ها من انداختم تو سس. یه چند تایی هم کنار گذاشتم شاید بچه ها دوستم داشته باشن. این گودی بچه ها اومدن اینجا بهشون غذا بدیم. بعدا غذا میدیم البته. اون تونستم با موفقیت کته کنم. الان تو همین دست. خب بیا میخوای اینو من نمی‌خوام. اون خیلی داغه. بیا بذار نون دارم یه دونه نون. امروز خیلی هوا خوب بود بچه‌ها. باز هم ستاره فود یک بار دیگر در گرد همایی ما تونست یعنی ما رو همه رو گرد هم آورد. من گرد خلاصه یکی گرد آورد ولی این وسط دست همگی درد نکنه. ولی خیلی خوب شد که برگشت. اصولا بر نمیگرد. برنجی کته. خب چه فسیلو درست کرده مهلا. بچه‌ها از اینا کی میخوره؟ برچی دو جاوی چی درست کرده؟ زرش بالاه زرش پلو کی میخوره؟ زرش پلو لوبیا پلوه مهتاب پر. وای دستم سوخت. مراقب باش این دیگه انقدر هم خورد بنده خورد ترگی. این حیفه. نیست که دستم خودین از روی سفره بر میداریم اینجوری آخرم خودمون میخوابیم. بچه‌ها برکی درست کنه برید. بچه‌ها امروز یه اتفاق جدید افتاد. دست جمعی رفت. جاوید کیکش چیه؟ کیک نسکافه است که به شدت هم کم شیرینه و توش یه مقدارم گردوه. خیلی خوشمزه است.
با خامه هم خیلی خوشمزه میشه. من کارو تست کردم. خامه صبحونه هم میتونه باشه، خامه شیرینی پزی هم میتونه باشه، ولی خب اگر خامه صبحونه باشه بالانس کیک رو حفظ میکنه. مشی جونی هم میخواد چای بریزه برامون. چای میوه‌ای میخوره؟ بچه چای میوه‌ای؟ کی میخوره؟ بچه‌ها سریع‌تر فکر کنید. ماهان چای میوه‌ای؟ میخوای یکم همونو بریز یکم هم اینو بریز. ترکیب میشه. آره. اگه دید تیر است منظورم. من میوه‌ای نمیخورم. چرا همتون تیر خوردید بچه؟ من توجیه چیک میان سالی هستی. من جاویدی که داره کیک میکنه از خامه که این کیک میزنه. یه راهه. عادت چی شده؟ شانس آورده. آها تیر خوردی من. جدا شدیم. منم خیلی خوابم میومد، تو ماشین داشتم چرت میزدم. ببینم که رفتیم خونه مریمینا دیگه. من مشغول حرف زدن بودم، عادلم خوابش گرفته بود، یه چرتی زد که بتونه تا انزلی رانندگی کنه. دیگه همین که رسیدیم من کلی کار داشتم طبق معمول، کارام هم انجام ندادم که اصلا خیالم راحت نمیشه. دیگه کلی ظرف بود و لباس بود و یه دوشی گرفتم و خوابیدم. صبحم چشام اصلا باز نمیشد، فقط در این حد که بیدار شدم صبحونه کوکو رو دادم. جالب اینجاست که کوکو خانومی هم خسته بود، صبحونه‌شو خورد، بعد دیگه دوباره کنار من خوابید. گفتم ولش کن، یکم برنج که یعنی کلا برنج من دست نخورده شد، گفتم برنج که هست یه چیزی حالا درست میکنم. دیدم مامانم زنگ زد گفتش که راضیه جونی نظری داشته قیمه، به عادل بگو که میخواد بیاد سهمتون رو بگیر. گفتم که باشه به عادل میگم. من خدا رو شکر غذا هم دیگه نمی‌پزم. الان هم دارم غذای این کوکو خانومی رو بسته بندی میکنم چون غذاش تموم شده بود. قربون بشم من. سلام دوستان، هر کسی کار رو بودو خورم باشید. من تازه از سر کار اومدم. کوکو دوست داره من بازی کنه. همش میدونی من میدونم. چه قیمه‌ایه؟ تا این گرم بشه من یکم سیب زمینی هم گود کجایی؟ زیاده همه رو گرم نکنم. اونقدر بسته دوتایی؟ بیشتر از این؟ حواسش به اون دوتا کتلت هست. اتفاقا اگه راضی این غذا رو نمیداد قرار بودش که همون کتلت رو فقط بخوریم. خب تا اون گرم میشه. ما سیب زمینی نداشتیم، بهش گفتم که بخره یک کم سیب زمینی هم سرخ کنه. هوا ابریه بیرون. معلومه یه راسته خوبه. داشتم غذاشو بسته بندی می‌کردم. نگاه میکنه؟ حالا منتظر بود که سهم غذاشو بگیره. به همین راحتی نهار خوشمزه داریم. سیب زمینی رو سرخ کردم. من همیشه کنار قیمه اگر داشته باشیم بادمجون سرخ میکنم، خیلی دوست دارم. برنجم که واسه دیروزه اصلا دست نخورده شد. هنوز یه مقدار دیگه گذاشتم چون زیاد بود، فقط همین قدرشو گرم کردم. باشه دیگه حیطان زده نشو. بیا باشه کوکو قربونت برم. باشه با هم میریم بیرون. بیا با هم بریم بیرون. امروز فقط ما دوتا خوابیدیم، گفتم یکم بریم بیرون قدم بزنیم. کوکو هم ذوق زده میشه، همین که شالو میذارم میدونی میخوای یه سمتی بریم دیگه، بریم یکم هوا بخوریم. بچهای گل عزیز ستاره جون، حال شما خوب هستین؟ ما بشین راحت باش. انشالله که همیشه خوب و خوش باشین، تن سالم، دل خوش داشته باشین. بقیه بچه این ما فقط خوابیدم، فقط صبح بلند میشم خواب. گاهی اوقات شبا نمیخوام، گاهی اوقات میخوام.
امروز ستاره اومد پیش من کوکو را آورد، خیلی کوکو با مزه، من دوستش دارم. کوکوی عزیز اومد پیش من، حالا بهتره بچه‌های عزیز. بچه‌های عزیز بگو که انقدری که تو این رو ناز میدی ما رو ناز نداده بودی. چرا من شما رو ناز میداده. کوکو خیلی با مزه، خیلی خوبه، جای مامانش خالی، باباش خالی. کوکو نمیدونی چی که، فقط من اینو تعجب کردم بچه‌های عزیز، به خدا باور بکن وقتی ستاره لباس میپوشه بدونی چی ذوقی میکنه بچه‌های عزیز. این من تعجب کردم از این کوکو. خوشحال میشه که میخوایم بریم بیرون. آره خیلی خوش است. ستاره‌ایم که هر جا میره اینی میبره. کوکوی الان اومد اینجا پیش من. کوکو ستاره که با ما حرف میزنه کوکو ناراحت میشه، میگه چرا با ما حرف زنه، باید منو بغل کنه، باید منو نگاه. کوکو ام نیست کوکو جا، آخه تو چرا با ما حرف بده، تو دل با ما حرف بزنه دیگه. کوکو ما ستاره نمیبینه. این بچه خوشش نمیاد. بچه اومدیم یه سر به مامان بزنیم، بهش گفتیم که اومدیم سر بزنیم به مامان، گفتیم حالا نمازت خوندیم میخوای با هم دیگه کم بریم قدم بزنیم تا سر پل، چون مامان همش خونه است دیگه، کم حال هواش عوض بشه. ایشالله آوردم، گفتم الان بازم برای تو تازه میچینه خیار. بابا رفته با خیار بچینه. آره. قابونس برم یه دونه از طعم خیارتو اینجا خوردی، جانتو بمیرم. خیلی بچه خوبیه این کوکو بابا، خیلی مهربونه. انگلیسی حرف زد. گود مورنینگ، هاو آر یو. باعث شده همه انگلیسی یاد بگیرن. دیگه گیلکی دیگه داره یاد میده مامان بهش. ما ایزو کلیکی بهش یاد ایزو میگم it is a door, it is a window, how are you نه نازم دیگه انگلیسی نندگویم. اومدنی برای کوکو برس گرفتم که آروم آروم اینجوری موهاشو شونه کنه. داره مامان رو نگاه میکنه. بچه ما قرار بود بریم سر پل، نظرمون عوض شد، اومدیم سمت میدونگاه یه چرخی بزنیم، یکم غذا بخوریم. عادلم سر کار دیر میاد، بودم از فرصت استفاده کنم کنار مامان باشم. بودی بچه بریم بیرون. قربونت برم من. باشه با خدای من. بچه بوری زنگ زد گفت یکم نریم بیرون، گفتم که باشه دیگه. الان آماده شدم میخوایم بریم آبور درار بخوریم، خمام همون جای همیشگی. این گودی بچه هم خواب آروم نداره که، خوشحال ما داریم میریم بیرون. بچه این پیراهنه، این در مورد این لباسه بهتون بگم، مریم اینو شد چون هر دوتا اینو خریدیم، گفت خیلی آب نرفت. تنها بعدش اینه که بچه یکم یقش بازه، ببینید حتما باید زیرش یه چیزی بپوشید، یکم یقش اینجوری زیاد بازه، وگرنه مشکل دیگه ای نداره و به نظر من به نسبت قیمتش فوق العاده بود. چند گرفتین؟ 390. خیلی خوبه. این موتو شلوار بکن. باسه گودی چرا اینقدر حیدا زده میشی آخه تو؟ گودی بچه حال آرایش ندارم. روز بزنیم. اومدیم فرزاد نشان، چقدر آبوره، الان فصلشه. اینجا هم که دیگه معدن اختر بهشته. سلام سلام. شما چی میخوایی سفارش بدی؟ آره من ترش. سلام، حالتون چطوره بچه‌ها؟ اومدیم فرزاد نشان آبگوره درار رو بخوریم. یادتون سر یختراش اینجا اسمشو نوشته، بکنم اونجایی که میده از آبگوره رو بگیره. آره مهمون منی. آره با من گفتم. با من گفت. آقایون
بنزین میکس باش سکنجبین هم آتیش کردن موتورش خیلی خوبه. بودی هم که نمیتونه. بودی جان یکم بده من بخورم. جانش رو قربون. مهر مادری فوق‌العاده است. اینو یعنی تو خونه من درست کردم ولی اصلا اینجوری نمیشه. اصلا ارزشش رو داره. اگه زینب داری این ویدیو رو نگاه میکنی الان نمیدونم چقدر شده دونه ای ولی نصف اینو از انزلی گرفته بود 120 و خیلی هم شاکی بود ضرر کرده بود حسابی. تو اصلا خوشمزه نبود. ضرر کرده بود. آره دیگه 120 این نیستش که اینجا فکر کنم 40 50 تومن نهایت 50 تومن. خوبه دیگه. خیلی هم مال میده واقعا. الان داشتم واسه بچه‌ها تعریف می‌کردم میگم سربناز جونی رو از نزدیک ندیدم ولی کوکو به جای سربناز همه جا اومده حتی فرزاد نشان. چی داریم؟ ما رسیدیم خونه کوکو آدر رفتن که بخوابن منم مشغول کارام شده بودم دیگه نشستم که بخوام ویدیوها رو برای گوشی علی بفرستم دیدم که کوکو چون عادت کرده تا سر جام نرم خیالش راحت نمیشه هی نگاه کردید نمیام اومد روی یکی تشکش کنار من گرفته خوابیده که خیالش راحت بشه. قربونش برم من پسر قیلی رو. دیگه منم بعد اینکه ویدیو رو بفرستم میرم استراحت میکنم با اون که بعد از اون کلی خوابیدم بازم خوابم میاد. مرسی که دیروز و امروز کنار ما بودید. امیدوارم که دیدن ویدیو لذت برده باشید. دوستتون دارم. اگر ویدیو رو دوست داشتید یادتون لایک کنید منو به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.